ببینیم واکنش مردم بعد فیلترینگ تلگرام. فیلتر تلگرام چه تأثیری تو زندگی شما داشته؟ آقا من خودم قبلش یبوست بودم، دکترام نمیتونستن درمونش کنن. تلگرام که فیلتر شد روون میاد و میره، اصلا نمیفهم تو نمیری. شما چی؟ از وقتی که فیلتر شده روغن ماشین دیگه عوض نمیکنم، ماشینم خود فیلتره. بیارتی مترو هم دیگه تأخیر نداره الحمدلله. راستش بعد از فیلتر من دیگه قیلون هم نمیکشم. راست میگه، مصرف منم اومده پایین. بعد فیلتر تلگرام تارمی هم به سفر قطر کرد. بعد فیلتر مرغان بیشتر تخم میذارن، اونم دو زرده. با باجنا من بعد 10 سال دوست شدم، مادر زنم دیگه دوستم داره. بعد 20 سال مستاجری بالاخره خونه دار شدم. بعد فیلتر تلگرام همه چیزایی با اون پاس شد. آقا من میگم تو 9 ماه آینده جمعیت ایران میشه 300 میلیون، چون دیگه تلگرام نی سرگرمی نی. پس با فیلتر تلگرام همه موافقی؟